شده کن. برادر التماس کردن که بعضی برادرها خودش اهل سنت میگه و کبر میکردن، با استاد کامتر نصیحت میکردید که میخواد. گفتیم تکبری این چیز از چی گفتیم، یعنی از خصوصیات های رب العالمین. رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث صحیحین اند میگوید که نعم الکبریاء ازاره ازار الرب والعظمة رداؤه فمن نازعه في شيء منهما عذبه. یعنی این تکبری خصوصیت رب العالمین، بزرگی و تکبری این از آن الله تعالی. کسی که این چیز خودش به دعوا کند الله تعالی چی میکند؟ و عذاب میدهد. الله تعالی و چی سخت عذاب میدهد. فهمیدید؟ الله تعالی و چی میکند؟ یعنی سخت عذاب میدهد. یعنی هم به حدیث صحیح مسلم اند اومده که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر. انسانی که دلشند مثل مثقال کمتر از کبر جا گرفته باشد و چه جنت به نمیدرد. جنت به چه نمیدرد. من یک دیگه سوال کرد میشه دادا از اونی جمعه از خفای کنامش یعنی تکرار کنم. همه مثلا چه گرفتیم صحیح مسلم انده همش از آن نامیده میشد. از آن عثمان و از آن رسول صلی الله علیه و سلم هر دوشندم چی میکنیم؟ یعنی هر دوشم چه دوام میتیم، یعنی دوام میتیم. الحمدلله رب العالمین.